سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزای دل. امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جای این کره خاکی هستید احوالتون خرم. امروز اومدیم طبق خواسته تعدادی از دوستان که گفتن از یه روز کاری برام فیلم بذار، امروز همراه هم باشیم و یه تایم کاری حدود بین 10 تا 12 ساعت رو بتونم توی ویدیوی 15 تا 20 دقیقه‌ای به صورت مختصر و مفید خدمتتون ارائه کنم. الان حدود ساعت 4 صبح میریم بدبورگ، شهر بدبورگ، و از اونجا بار رو میگیریم و ادامه مسیر. با من همراه باشیم. Pickup truck, I've got a little red pickup truck. I like to drive it all over this town. I like to drive it all over this town. Drive, 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 drive. I like to drive it all over this town. خب ما رسیدیم حدود 1 ربع تورا بودیم. رفتم اینجا تو دفتر شماره رفرنس نمو هم دادم و فاخ بیقیف یا همون بارنامه رو تحویل گرفتم از همین اتاقی که سمت چپ چراغش روشنه، چون الان اداری نیستن و پرسنل شبکارن. برگه رو از همینجا تحویل میگیریم. اعلام کرد چه بریم رمپ شماره 78 تریلیو بگیریم. حالا بریم ببینیم که تو رمپه یا که این کنار گذاشته. بعضی مواقع که تریلیو بارگیری میکنم برای که رمپ فرداش آزاد بشه برای ماشین دیگه میاد این کنار پارک میکنن. از این ماشینایی که سمت راست میبینید بارگیری شده است و آماده برای شرکت مختلف که بیان بارو از همینجا تحویل بگیرن و برن. اون دوتا تریلی هم که الان جلو میبینم مال شرکت ماست، ولی شماره پلاک این که هیچی. این جفتش هم اون تریلی ما نیست. بعد بریم جلوتر تو رمپ ببینیم، احتمالا تو خود رمپ باشه. رمپ 78 هم اون سمت هم باره. دوستان این اضافه کنم این مکانی که الان اومدیم بارو تحویل بگیریم یکی از انبارهای بزرگ و مرکزی تو شهر بدبورگ که اجناس فروشگاه اوبی رو تامین میکنه توی استان نوردراین وستفالن و استانهای همجوارش. فروشگاه اوبی هم فروشگاهی که بچه‌ای که تو آلمان زندگی میکنن کاملا باش آشنایت دارن. این فروشگاه بیشتر ابزار و یراق و اینجور چیزا رو میفروشه. کانتین اونم فکر کنم همین جا باشه. خب اینم کانتینی که بستی ببریم به مقصد برسونیم. من دندقه بیام زیرش بگیرم و بریم. خب تریلی رو گرفتم، چک‌های لازم هم کردم، بار رو نگاه میکنم که مطمئن بشم آدرسایی که روی بار خورده با آدرس جایی که توی برگه با من میخوام بفرستن من برم یکی باشه. و اصولا زیر رمپ که میای اینا ارتفاع رو میدن تا آخر بالا. با این زمانی که میگیریم میای بیرون بستی اون رو بکشیم تا از نظر ارتفاع برگرده رو حالت نرمال و استاندارد. خب حرکت میکنیم به سمت شهر ماربورگ. خب الان که داریم راهی میشیم حدودا ساعت 4:30 صبح و ما 3 ساعت و نیم مسیر داریم تا اولین آدرسمون شهر ماربورگ. بعد از اون هم آدرس دوم شهر گلادنباخ. از این 3 ساعت و نیم که میگم مال حالت عادیه، یعنی اگه تو مسیر تعمیرات نباشه، تصادفی چیزی نباشه، تو حالت نرمال 3 ساعت و نیم. اگر موردی باشه که این زمان قطعا بیشتر میشه. این کانتین هم که اینجا الان چک کردم، یعنی همیشه این کارو میکنم برای اینکه از اشتباه فردی جلوگیری به عمل بیاد دیگه. من همیشه در کانتین رو باز میکنم، روی هر پالتی آدرس جایی که باید تحویل بشه روش خورده، یعنی آدرس بار رو با بارنامه مطابقت میدم که از اشتباه فردی جلوگیری بشه. چون چند ماه پیش یه بنده خدای مغز فندقی اینجا ما رو اسیر عبیری که از 3-4 ساعت اسیر شدیم. حالا براتون یادم بمونه تو رو براتون تعریف میکنم. شرکت هم که اینجوری میده الان خلوت
پرسنل از ساعت 6:30 صبح به بعد میان پرسنل روزگار. الان پرسنل شب هستن، دفتر اینا هم کار تعطیل، اون دیسپونت جلو در نگهبانی همین کار رو انجام میدن. اون چراغ هم که میبینی جلو روشنه، الان میرم اونجا و یه کافه میگیرم. تو مسیر کافه گرونه، توی این تانک 40 پمپ بنزینا بین 3.5 تا 5 یوروه، ولی اینجا دستگاه اتومات میده 50 سنت. من یه کافه بگیرم و بیام. خب اینجا در شرکت که میای بیرون، بغل اون پمپ بنزین اومدن ها، می‌خواستم اینجا گازوئیل بزنم، نمیدونم چرا کارت اعتباری منو قبول نکرد. نمیدونم مشکل از کارت بود یا کارت خان، نتونستم گازوئیل بزنم اینجا. حالا بعد تو مسیر چه پیدا کنم گازوئیل همو پر کنم دیگه. این پمپای دیجیتال که ما گازوئیل میزنیم دیگه متصدی و اینا نداره. این پمپایی که الان، این پمپ معمولی الان بغل دستم، این پمپای معمولی ما گازوئیل نمیزنیم چون مبالغش مقدار بالاتر از این پمپای دیجیتاله. حالا تو مسیر تو گوگل بزنم ببینم کجا هستش که برم و باکمو پر بکنم. حالا یه فیلم از این چیزا اگه شد بعدا براتون میگیرم، پمپ بنزینای یا پمپ گازوئیلای دیجیتال. الان میریم به سمت اتوبان 61، بعد اتوبان 4، بعد اتوبان 45 و برقش هم که میفته توی لندشتاغاسه، همین جاده معمولی که الان دارم توش میرم. خب در ادامه اومدیم تو اتوبان. تو گوگل هم سرچ کردم تقریبا یه مقدار جلوتر، بعد یه خروجی بریم بیرون حدود 4-5 کیلومتر گازوئیل بزنیم با این پمپای دیجیتال و دوباره برگردیم تو مسیر و ادامه مسیر. باری هم که ما داریم از استان نورد راین وستفالن میریم به ایالت هسن. ایالت هسن مقدار سردتر هم میشه نسبت به اینجا بارندگی که شد تو این چند روز گذشته، تو مناطق برف بیشتری نشسته، سمت ها اکثرا آب شد. اینجا 4-5 کیلومتری معدی شدم مسیر خارج بشم، با خاطر اومدن به این پمپ کارت من و اونی که پمپ منو چرا قبول نمیشن. حالا اومدم اینجا و زدم و راه میفتیم ادامه مسیر. جان توی مسیر تصادف شده. این صحنه تصادف من مجاز نیستم توی یوتیوب بذارم، توی ادیت اون قسمت رو حذفش میکنم. اون بنزین وایستادم، 2 اتوبوس توریستی هم هستن اینجا. بعدم اینجا برم داخل اینجا یک کافه بخورم و یه نیم ساعتی هم اینجا استراحت کنم. تقریبا 2 ساعتی هستش که تورام به سمت گلادنباخ. اینجا استراحت کوتاهی داشته باشم و ادامه مسیر. اینم اتوبوس سالار اینم داخل پمپ بنزینه. من داخل اگه شد میگیرم برات. یه موردی که الان چشم خورده گفتم فیلمش رو بگیرم اینی که توی آلمان شما مجاز نیستی پا برنه یا به دمپایی پشت فرمون بشینی. حتما بایستی دمپایی صندل این بندا داشته باشه که بیفته پشت پا بسته شه و کاملا توی پا مهار بشه. خیلی هم زک و زمختن، جلوهاشون هم اکثرا فلز داره، مثالات کفش کاره. آدم ترجیح میده همون کفش معمولی پاش کنه تا اینا رو. به خاطر همینم توی اروپا زیاد ماشینا رو کفشو موکت و اینا نمیکنن یا فرش نمیکنن، چون با دمپایی نمیتونن بشینن.
خب من دوباره افتادم تو جاده و ادامه مسیر، ولی الان هوا تاریکه، ترجیحاً فکر میکنم توی روز فیلم بذارم بهتر باشه. جانم به این هوای زمستونی زیبا. من موزیک رو قطع کردم به هوا اینکه میترسم کپی رایت بخوره. به هر حال بستی به قوانین یوتیوب احترام بذاریم دیگه، چاره ای نیست. راستی اینو میخواستم اضافه کنم به این فیلمی که الان من توی تانکشتله گرفتم در مورد صندل و دمپایی و اینا. میخواستم بگم که فقط این مسئله در مورد ماشین سنگین نیست. شما سواری هم اجازه نداری صندل پشت باز یا دمپایی پشت باز بپوشی. حتما باید یه بندی داشته باشه که از پشت پاتو محکم بگیره. به خاطر همین تو اروپا ماشین کمتر ماشین رو پیدا میکنی شما مثلا کفش موکت شده باشه، فرش شده باشه، دمپایی مجزا بذارن، این حرفا. منم روز اولی ماشین رو تحویل گرفتم صفر، کلا موکتاشو نو وا کردم، همه رو گذاشتم اون بالا نو بمونه برای راننده بعدی که میخواد ماشین رو بخره نو براش بمونه دیگه. خب بعد حدود 3 ساعت و نیم تو مسیر بودن رسیدیم توی پلاس فروشگاه اوبی در شهر ماربورگ. ما کامیون جلوی کلن 4 تا پالت داره، این تحویل بده بره. بعد نوبت ماست. پالت ما 22 تاست برای اینجا و 8 تا پالت هم داریم برای گلادنباخ. 22 تا اینجا تحویل میدیم و بعد راهی گلادنباخ میشیم. بعد تحویل بار به اولین آدرس راهی آدرس بعدیمون میشیم، یعنی شهر گلادنباخ. اگه مسیر زیبای جنگلی، خداییش هر فصلی زیبایی خودشو داره. من هر سری توی مسیر رو قرار میگیرم غم و غصه عالم فراموشم میشه از دیدن این همه زیبایی که خداوند در اختیارمون گذاشته. حیف که قانون را کپی رایت هم دست و بالم و بسته موزیک ایرانی بذارم حالشو ببریم به یاد پیچای چالوس. بالاخره رسیدیم به یکی دیگه از شعبات فروشگاه اوبی در شهر گلادنباخ. بریم برای تحویل بار. این سمت راست ورودی سواریاست که جلوی فروشگاه پارک کنن، ولی ما از در پشت بریم سمت درب انبار. اینجا الان اینه که تابلو هم اگه نگاه کنید عکس کامیون رو زده، ورودی کامیون سمت چپ تابلوه. میریم جلو، در خروجش هم از اون طرفه. اینجا پشت در زنگو میزنم بیان در باز کنن و بریم داخل برای تحویل بار. بار اونم برای اینجا که کلن 8 تا پالت دیگه، اونور 22 تا رو تحویل دادیم، 8 تا برای اینجا تحویل بدیم و ادامه مسیر. هم برم زنگو بزنم بیان در وا کنم. دوستان از اونجایی که این فروشگاه ابزار عراق میفروشه و این حرفا، یه سری ابزارالات رو اومده برای شب سال نو به شکل شکلات زده. این چقدر جالب و بامزه است. من رفتم داخل یه آب معدنی بگیرم، رئیس فروشگاه من دید این شکلات بامزه رو هدیه داده. مدل‌های مختلف بود، انبردست و پیشگوشتی و اره و اینا به شکل مختلف بود. و هر کدوم دوست داری شما انتخاب کن. منم این آچار 13-14 انتخاب کردم. میذارمش توی یخچال ماشین، نمیخورمش الان، برای شب سال نو میخورم به امید اینکه هیچ وقت پیچ و مهرهای زندگیتون شل نشه.
خب اینجا بارمون تحویل شد و برمیگردیم به سمت مبدأ. دوستان من نتونستم اینجا فیلم بگیرم از تحویل بار، برای اینکه وقتی دوربین روشن میکنی کلا آلمانی‌ها حالشون خراب میشه، کلا استرس میگیرتشون و فکر میکنن که مثلا تو از کارشون میخوای سوتی در بیاری که داری مثلا فیلم میگیری برای این ور اون ور بدی. اینه که هر جایی نمیتونم متاسفانه فیلم بگیرم. ولی در کل فروشگاه اوبی رمپ نداره که بریم توی رمپ وایسیم و بیا بار تخلیه بکنن. با هوپ واگن، حالا یا دستیه یا الکترو هوپ واگنه که میاریم انتهای تریلی پالت رو و از اونجا لیفتراک یا همون گابل اشتابلا بلند میکنه و میذارتش توی انبار. هوپ واگن‌های دستی حدود 1 تن میشه باش جا به جا کرد و الکترو هوپ واگن حدود 1.5 تن قوی تره. حالا از اون قوی تر میشه امایزه که اونم باز دوباره مدل مختلف داره. مرتفعش هستش که برای بار گذاشتن تو رگالای طبقه بالاه و کلن توانش از هوپ واگن بیشتره. خب رفتم اینجا یه کافه گرفتم. درش هم داره باز میشه. عالی. میریم به سمت شهر نویس سر راهمون. یه کارواش ماشین رو ببریم که خیلی کثیف شده و به هوا اینکه جادار نمک پاچیده بودن الان زیر ماشین پر از نمکه، بدنه و زیر و اینا. بریم میشه کار باشه آبی هم بهش بزنیم و بعد بریم ماشین رو پارک کنیم بریم سمت خونه. ببین خودت چی میخواد. این کاف هم داستان داشت. اینا میگن سرگردنه، واقعا اینجا سرگردنه داره تو آلمان، به شدت هم داره. شما اینجا که تانکشتلا یا پمپ بنزینای توراهی اگر نیاز به دستشویی پیدا کنی میری 1 یورو، قبلا 70 سنت بود، از بعد از جنگ اوکراین شد 1 یورو. یه همچین کاغذی و دستگاه بهت میده. حالا بچه‌ای که تو آلمان هستن میدونن که یه دونه بارکد روش داره. بعد اینو میتونی دوباره از خود همون پمپ بنزین اگر چیزی خریدی بکنی بتونی این 1 یورو رو اونجا زنده کنی. حالا اکثر کسایی که میرن این 1 یورو رو پرداخت میکنن برای دستشویی، تو ذهنشون میگن خب یک چیز جای دیگه اعتباری نداره، فقط تو همین تانک اشتلا اعتبار داره، تو همین پمپ بنزینا. یا حالا چیزی باش بگیرم دیگه. مثلا میری تو یه کافه‌ای که الان مثلا میگم 1 یورو تو شهر میتونی بخری، شاید دستگاه معمولی اینجا 3.5 تا 4 یورو ازت پول میگیره. در اصل همه توبره میخورن، هم از آخر به هوای اون 1 یورو. مثلا حالا دارم هر چیز دیگه هم قیمتای دیگه شون هم دوبله سوبله است. خلاصه که آلمان هم به شدت سرگردنه داره. سرگردنه فقط مخصوص ایران نیست. رسیدیم دم کارواش. چند تا ماشین جلومون هست و بشورن بعد ما بریم توی. این طفل معصوم چه کثیفی شده و تمام نمک دار و زندگی ماشین.
ماشین جلوی دیگه آخراشه. ماشین منم از بغل شاسی ماسی اینا رو شستن، کف بالش هم کردن، آمادهش کردن برای شستشون. ماشین جلوی هم تموم شد و داره میره. ما یواش یواش بریم جلو، تنظیم شیم زیر فرچه. این کارواش هم 2 تا شعبه داره. یه شعبه اینجاست، یکی هم تو دورماگنه که پسر این آقا میچرخونه. اوکی، شعبه دوم پدر و پسر کارواش دارن دیگه. خب رخش هم داره تمیز میشه. اینم اینجا هم دفترش کافه وافه گذاشتن، کافه ریختم بخورم تا ماشین شستشه. اینجا هم صاحبش بچه های ترکیه هن، ترکای ترکیه هستن. درآمدش هم خوبه این کارا. بچه ها که بخوان سرمایه گذاری کنن یه کاری را بندازن، کارواش ماشین سنگینن درآمد خوبی داره اگر بخوان کارم بکنن. هر ماشینی رو 50 یورو میگیرن برای ماشین تریلی و 40 تن. حالا ماشینای ون و ماشین کوچیک‌تر هم میاد، اونا قیمتش فرماره. کامیون رو 50 یورو میگیرن. قسمت پایینش کف مالی کرد و برگشت هم که دستگاه داره میشوره دیگه. خب ماشین هم یه رخی به خودش گرفت و میریم سمت شرکت که پارک کنیم. حدود 10 دقیقه دیگه تو راه هستیم. همونجا که تو تصویر میبینید اینجا خبری از برف و سرمای علت حسه نیست و بیشتر بارندگی بوده. در ضمن دوستان حتما نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برام کامنت کنید تا تو ویدیوهای بعدی بتونم ازشون استفاده کنم. روز و روزگارتون خوش، ایام بکام، خدا نگهدار همتون.